دوستای نازنینم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امروز میخوایم با همدیگه یه اسکارف خوشگل ببافیم. من از نخ موهر ازت برای بافتش استفاده کردم. یه اسکارف خیلی کاربردی و خوشگله. این قسمت کار کلاهش هست که تا اینجا تا پشت گردن به همدیگه متصل شده و از این قسمت کارمون به صورت شالش هستش که دور تا دور گردن قرار میگیره. بافتش بسیار بسیار هم ساده هست. من برای بافتش از 2 کلاف و یه مقدار خیلی کم کلاف سوم استفاده کردم. از برند فیلاتی تیفل استفاده کردم برای بافتش که نخ بسیار جذاب، نرم و خوشگلی هست، ولی با اینکه موهر داره اصلا سیخ نمیده. نخ خیلی خوبی هست و برای میل هم خودش پیشنهاد شماره 6 تا 8 رو داده، اما من از میل شماره 4 یا 4.5 بود اگه اشتباه نکنم برای بافتش استفاده کردم. خب بریم به سرعت برای آموزش بافتش که ببینیم این اسکارف خوشگل به چه صورتی بافته شده. خب دوستای نازنینم، بریم با همدیگه شروع کنیم به بافتن این اسکارف خوشگل. خب من برای بافتش دارم از این نخ استفاده می کنم. نخ فیلاتی تیفل هست که نخ موهر داره، خیلی رنگ بندی خوشگلی داره. امیدوارم که تو بافت هم به همین زیبایی که کلافش هست باشه. برای بافتش خودش پیشنهادی که اینجا داده گفته از میل شماره 6 تا 8 استفاده کنید، ولی به نظر من میل شماره 6 تا 8 دیگه خیلی شل میشه. من دارم از میل شماره 4 براش استفاده میکنم. احساس میکنم بهتره. امیدوارم که حدسم درست باشه، چون نخش خیلی کش نمیاد، خیلی حالت چیز داره. ببینید من الان میکشم هیچ کشسانی نداره. بخوام اونجوری خیلی شل ببافم احساس میکنم که یه مقداری بد شاید بشه. پس من دارم از میل شماره 4 استفاده میکنم. البته اینم در نظر داشته باشید که من یه مقداری نرم میبافم. خب بریم برای شروعش. مدل ما بسیار بسیار بافتش ساده هست، کار خاصی نداره. یه سری فقط نکات ریز داره که اونا رو هم یاد بگیرید دیگه، همش در واقع تکراری میشه. خب برای شروع کار من باید 6 تا دونه سر بندازم. 2 3 4 5 و 6. من همیشه بعد از اینکه دونه‌ام رو سر میندازم یه گره نرم اینجا میزنم که اولین دونم شل نشه. خب یکی از میلا رو در میارم و شروع میکنم به بافتن. یه مقدار کار ما تکرار زیاد داره توش دوستای خوبم. میتونید از این رد شمارها هم استفاده بکنید اگه احساس میکنید که ممکنه گیج بشید، یا اینکه میتونید حضور ذهن اگه داشته باشید میتونید به ذهنتون بسپارید. خب این 6 تا دونه های حاشیه من هست که اول 11 رج در واقع من فقط همین 6 تا دونه حاشیه رو باید ببافم. به چه صورتی؟ ببینید 3 تا دونه اولم رو به زیر میبافم. 1 2 3. کل کار منم که همونطور که دیدین رکم بافته میشه. پس 3 تا دونه رو به زیر میبافم. نخم رو میارم روی کار و حالا این 3 تای دیگر رو نبافته میگیرم به میل سمت راستم. نخ من روی کار هست. کارم رو برمیگردونم. خب ببینید الان نخ من اینجاست، این 3 تا دونه اینجاست. قرار هستش که اینا حاشیه بشه، یه حاشیه گرد ما میخوایم بشه. بنابراین چی کار میکنیم؟ ببینید از اینجا به بعد دونه هاتون رو موقع که میخواید زیر ببافید، حتی این 3 تا رو هم میتونستید این کارو بکنید. دونه های زیرم رو از این سمت میبافم، اینجوری صاف نمیبافم، از این سمت میگیرم و میبافم. ببینید دونه اولم رو میگیرم، این نخم رو میکشم و شروع میکنم به بافتن. 1 2 3. این 3 تا رو بافتم. حالا زمانی که یه مقدار میبافیم بالا میریم تازه میبینید که حاشیه چقدر خوشگل میشه. دوباره نخم رو میارم روی کار، این 3 تا دونه رو نبافته میگیرم به میل سمت راستم. پس این شد رج 2.
میرم برای رج 3. دوباره همین کار باید تکرار کنم. دونم رو از این طرف میگیرم، نخ رو یکم میکشم تا بیاد 1 2 3. دوباره نخ رو میارم روی کار. 3 تا دونه من نبافته. این شد رج 3. کار رو برمیگردونم، میرم برای رج 4. تکراره. 1 2 3. نخ روی کار. 3 تا نبافته. میرم برای رج 5. 1 2 3. نخ روی کار. 3 تا نبافته. دیدی؟ پس فعلا تکراریه. میرم برای رج 6. نخ روی کار. 3 تا نبافته. خب من همین رو ادامه میدم. ببینید الان شده رج 6 رو بافتم. میخوام برگردم برای رج 7. 11 رج رو به این صورت میبافم. خب 11 رج به این ترتیب بافتم. کارم رو برمیگردونم، میرم برای رج 12. تو رج 12 من یه اضافه کردن دارم. این 3 تا دونه اول و 3 تا دونه آخر تا آخر رج من به همین شکل هستن. یعنی 3 تا دونه اول به این شکل بافته میشه، 3 تا دونه آخر نبافته میذارمش. میرم برای رج 12. تو رج 12 3 تا دونه اولم رو میبافم. میخوام الان اینجا دونه اضافه بکنم. میام نخم رو به این شکل نگاه کنید، یا میتونید حالا حلقه هم بکنید. میندازم روی میلم. پس یه حلقه ایجاد میکنم و دونم رو میندازم به این شکل روی میلم. کار من چون مهر داره یه ذره باید حواسم جمع باشه که فاصله ایجاد نشه. دوباره نخ رو میارم روی میل و این 3 تا دونه رو میبافم. کارم رو برمیگردونم. حالا من باید این دونه ها رو دوباره ساده ببافم. ببینید 3 تا دونه اولم که به همین شکل بود. 1 2 3. این دونه 4 دونه هستش که اضافه کردیم. به این ترتیب این دونه رو به زیر میبافیمش. 3 تا دونه آخرم هم که نبافته، نخ روی میل. کار رو برمیگردونیم. داریم میریم برای رج 14. تو رج 14 دوباره همین تکرار میشه. 1 2 3. 3 تا حاشیه، یه دونه این وسط دارم به زیر میبافمش. نخ روی میل به این شکل. رج 15. دوستای خوبم، الان زیاد کردن ما به چه صورتی هست؟ من یه دور زیاد میکنم، یعنی یه دور دونه اضافه میکنم وسط کار. باید 6 رج ساده بافی داشته باشم. الان رج 15 هستم. پس رج 12 من دونه اضافه کردم. رج 13 14 15 16 17 من این رو باید ببافمش، یعنی ساده بافی. هر چیزی که میبینم رو اینجا باید ببافم. ببخشید، من رج 13 رو بافتم. اونجا اضافه کردم و یه دونه دیگه الان بافتم. پس رج 12 اضافه کردم. بعد از اینکه اضافه کردم 5 رج ساده بافی میکنم. در واقع هر 6 رج من دارم دونه به دونه هام اضافه میکنم. خب بذارید اینجا رو هم با هم دیگه ببافیم. الان رج 14 میشیم در واقع، یا نه درست گفته بودم، رج 15 میشیم. رج 15 3 تا دونه رو میبافم.
دونه بعدی هم که به زیر هست بافته میشه. نخ روی میل، ستای آخر. دوستای خوبم، اگر یه موقعی قاطی کردید که کدوم رج هستید، حدودش رو یادتون هست و میخواید دقیق تر بدونید، ببینید این نخ زمانی که سمت چپتون هست میشه رجهای زوج و زمانی که سمت راستتون هست میشه رجهای فرد. از اینجا هم میتونید کمک بگیرید. خب الان رج 16 هم هستم. 3 تا حاشیه، یه دونه زیر، 3 تا نبافته. رج 17 3 تا حاشیه، یه دونه زیر، نخ روی کار، 3 تا نبافته. حالا میرم برای رج 18 هم. تو رج 18 هم دوباره من باید دونه اضافه بکنم. 3 تا دونم رو میبافم، 3 تای حاشیه‌ام که ثابته. خب ببینید دوستای خوبم، زمانی که شما اینجا میخواید دونه اضافه بکنید، از این به بعد دونه اضافه کردنتون دیگه نیازی نیست اونجوری لوپ بندازید. میتونید هم اگر براتون سخته نخ رو لوپ کنید و بندازید روش، بهتره ولی از این روش استفاده بکنید. نگاه کنید، این دونه وسط من هست، یعنی دقیقاً دونه بعد از این 3 تای حاشیه که از این به بعد اضافه کردن های ما روی این دونه بعد از حاشیه‌مون هست. یک دور من میام این رو به زیر میبافم. خب ببینید اینو در نیاوردم، اینو همینجا نگه میدارم، اینم نگه میدارم. حالا از این سمتش میرم دوباره یک دور دیگه این رو از زیر میبافم. پس یه دونه من تبدیل شده به 2 تا دونه. اضافه کردن ما به این شکل هست. میارم 3 تا دونه بعدی که حاشیه‌ام هست رو نبافته میگیرم، کارم رو برمیگردونم. حالا شروع میکنم به شمردن. 5 رج باید دونه هایی که میبینم رو ببافم. 3 تای حاشیه اول به زیر ثابته. الان 2 تا دونه وسط کار من اضافه شده به زیر میبافم و 3 تا دونه آخرم که نبافته هست. میشه رج 19 هم. 1 2 3 این حاشیه، 2 تا دونه الان به قسمت وسط کار من اضافه شده، میبافمش و 3 تا دونه هم که نبافته، نخ روی میل. تا رج 23 من باید این رو تکرارش بکنم. پس من میبافمش. الان رج 19 هم رو بافتم، 20 21 22 23 4 رج دیگه همین رو باید ببافیم. خب تا رج 23 بافتم. دوستای خوبم من عذرخواهی میکنم، این موهرش اصلا فکرشو نمیکردم جوری باشه که خیلی نشون نده مدلم رو. من دارم الان میبافم، امیدوارم که شما تو دست خودتون هست حداقل ببینید که داره چه اتفاقی میفته. خب میرم بر رج 24. توی رج 24 دوباره من باید دونه اضافه بکنم. پس 3 تا دونه اولم رو که میبافم، 1 2 3 به دونه 4 که رسیدم، همونطور که توی رج قبلی رج 18 هم بهتون گفتم اضافه کردنش به همون شکل هست. اگر سخت بود براتون یه دونه نخ لوپ کنید و بندازید روی میلتون. پس 1 دور از این طرف دونه زیرم رو میبافم، همینجا نگهش میدارم. یه بارم از این طرف میبافم که بشه 2 تا دونه اینجا شد، یه دونه هم که از قبل داشتم. 3 تا دونه بعدی هم که نبافته، میلم هم روی نخم هم روی میل به این شکل. پس الان دونه من اضافه شده 3 تا دونه روی 3 تا دونه وسط من شده. دوستای خوبم همین کار رو باید ادامه بدم تا تعداد دونه هایی که من دارم میبافم، این 3 تا دونه و این 3 تا دونه رو اگر حذف بکنم، تعداد دونه های من این وسط میشه 39 تا دونه. طبق محاسبات من باید 23 سانت بشه، یعنی از این پایین تا اون قسمت باید 23 سانت بشه.
پس همینجور ادامه میدم. هر 6 رج من باید، یعنی 1 رج اضافه میکنم 5 رج میبافم ساده، 1 رج اضافه میکنم 5 رج میبافم ساده. یه کاغذ قلم هم کنارتون باشه، یه تیک بزنیدم میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید یا ذهنی این کار رو بکنید. مال من متاسفانه به خاطر مدل نخم شمارش رج هم خیلی مشکل هستش. حالا اگه از نخ ساده استفاده کنید که راحت میتونید رج هاتون رو هم بشمارید. خب پس به این ترتیب من باید کارم رو ادامه بدم تا دونه های وسط من به جز این حاشیه‌ای که دارم دونه های وسط من بشه 39 تا دونه. تا اونجا من میبافم، برمیگردم با ادامه. خب دوستای خوبم، من تا اینجا یه کار بافتم. نگاه کنید قد کارم حالا یه مقدار سخت اندازه زدن. این قسمت بالای کارم قرار بودش که تعداد دونه های وسطمون، یعنی بدون این در نظر گرفتن 3 تا دونه اول و 3 تا دونه آخر حاشیه 39 تا دونه باشه که در مجموع با این 6 تا دونه میشه 45 تا دونه و قرار بودش که مقدارش هم 23 سانت باشه که ما اینجا الان اندازه بزنیم 23.5 شد، نزدیک 24 سانت شده. حالا اشکالی نداره. خب بریم برای بافت، ادامه بافتمون. تو رج آخر روی کار که بودم دونه اولم رو اضافه کرده بودم، تعداد دونه های وسط من شده بود 39 تا. رج برگشتش رو هم ساده بافتم. الان دوباره میخوام برم برای رج بعدیش، یعنی در واقع اون 6 رجی که داریم رو تکرار نکردم. بعد از اینکه دونه 39 هم رو اضافه کردم فقط 1 رج دیگه رج برگشتش رو بافتم. خب توی رج بعدی حالا ما میخوایم همین چیزی که تا اینجا بافتیم رو، یعنی در مجموع این تعداد دونه‌ای که رو میلمون هست رو 18 سانت به صورت ساده ادامه بدیمش. به چه صورتی هست دوستای خوبم؟ یه تفاوت کوچولو فقط آخر کارمون داره. شروع میکنیم به بافتن. دونه هام رو میبافم تا 3 تا دونه مونده به آخر کارم، یعنی 3 تا دونه حاشیه‌ام رو اینجا نمیخوام ببافم توی این 18 سانت و ادامه با قسمت بالای کارمون که در واقع الان ما از اینجا میخوایم کلاهمون رو شکل بدیم. اون 3 تا رو نمیخوایم ببافیم. بذارید من اینو تا آخر ببافم. خب ببینید الان 4 تا دونه مونده به آخر. دونه آخرم رو به جای اینکه به زیر ببافم به رو میبافم و این 3 تا دونه رو الان میخوام از کارم جدا کنم. یه سنج قفلی، مارکر یا هر چیزی که دارید میتونید دونه هاتون رو جدا کنید و نگه دارید. بردارید و این 3 تا دونه رو میندازم داخلش، میبندم. بعدن دوباره ما با این 3 تا کار داریم. کار رو برمیگردونیم و حالا شروع میکنیم به صورت ساده میبافیم. اینجا دیگه دونه اولم رو که به زیر بافته بودم، اون به رو بافته بودم رفته الان پشت کارم. به همین صورت نبافته میگیرمش و شروع میکنم به بافتن رجم. تا ابتدای کار میبافم، دوباره برگشت، دوباره رفت، برگشت به همین صورت. پس اینجا تنها تفاوتی که کرده چیه؟ دونه های حاشیه انتهایی رو من فعلا جدا کردم. به این صورت آخر کار که رسیدم دونه آخر رو، حالا اگر دوست دارید میتونید به زیر ببافید، فرقی نمیکنه. اگر به زیر میبافید تا آخر باید به زیر ببافیدش. پس اینجا رو دونه آخر رو میبافم، تو رج بعدی دونه اول رو نبافته میگیرم و برمیگردم. این سمت کارم که شروع کارم هست همچنان این مدل حاشیه‌ام رو باید ببافم، یعنی به انتهای کار که رسیدم 3 تا دونه رو نبافته میگیرم و زمانی که کار رو برمیگردونم 3 تا دونم رو میبافم. پس این رو به صورت رفت و برگشتی دیگه بدون اضافه کردن دونه‌ای 18 سانت باید ببافیم. اگر اشتباه نکنم با توجه به رج‌های من اندازه زدم 52 تا رج باید بشه. حالا 1-2 رج کمتر یا بیشتر، قدش باید 18 سانت بشه. من این 18 سانت رو میبافم، برمیگردم دوباره با ادامه.
خب دوستای خوبم، من این 18 سانت رو بافتم به صورت ساده، هم از این طرف و هم از این طرف، بدون اینکه دونه اضافه یا کم بشه. 18 سانت باید ببافید که مال من دقیقاً قبلا هم اندازه زده بودم، همون 52 سانت شده. ببخشید 52 رج شده برای من. خب از این رج من باید این قسمت پشت کار رو که میخوام قسمت بالای کلاه هم هست، میخوام یه مقداری فرم بدم و گردش بکنم. نمیخوام قسمت بالا پشت کارم اینجوری تیز باشه، بنابراین میخوام یه انحنایی بدیم. باید چی کار کنیم؟ رج رفتمون رو به صورت ساده میبافیم. پس توی رج رفت ما هیچ کاری انجام نمیدیم تا دونه آخر همه رو باید به صورت ساده ببافیم. الان با توجه به چیزی که بافتیم من 42 تا دونه روی میلم دونه دارم، پس این رو میبافم تا آخر. خب من این رو تا آخر بافتم. دوستای خوبم 42 تایی که گفتم با احتساب این 3 تا دونه حاشیه است، دقت بکنید. خب تو رج برگشتم دونه اولم رو در میارم، دونه دومم رو میبافم، دونه سوم و چهارم رو با هم دیگه 2 تا یکیش میکنم. من اینجا میخوام یه تعدادی کم بکنم دونه، بنابراین دونه سوم و چهارم رو با هم دیگه یکی میکنم. دوباره میبافم ساده تا آخر رج. اینو باید ساده ببافم تا آخر رج. رج برگشتش رو هم دوباره ساده میبافم تا اینجا. پس این رج و رج بعدیش رو میبافم، دوباره برمیگردم. خب اون رج رو بافتم، رج برگشتش رو هم دوباره بافتم، دوباره برگشتم سر جای اولم. نگاه کنید. باز هم من باید همین کار رو اینجا تکرار بکنم. چی کار کردیم؟ دونه اولمون رو در میاریم، دونه دوم رو میبافیم، دونه سوم و چهارم رو باید با هم دیگه 2 تا یکی بکنیم. این شد دومین باری که من این کار رو انجام دادم. دوباره این رج رو باید ببافم تا آخر، رج پشتش هم ساده، دوباره باید برگردم، دوباره همین کار رو تکرار بکنم. تا کجا؟ تا زمانی این کار رفت و برگشت تکرار میشه تا جایی که من 10 تا دونه از دونه ها کم بشه. پس 10 مرتبه شما باید این کم کردن رو انجام بدید. دونه حاشیه‌تون رو، دونه اول رو در میارید، دومی رو میبافید، سومی و چهارمی رو با هم 2 تا یکی میکنید. پس 10 رج من باید این کار رو انجام بدم. رج های پشت کار هم به صورت ساده بافته میشه. خب پس این کار رو من انجام میدم، این 10 رج رو برمیگردم با ادامه. خب دوستای خوبم ببینید به این شکل 10 تا دونه من الان کم شده. به این قسمت که رسیدم الان 32 تا دونه روی میل من هست، به اضافه این 3 تا دونه حاشیه 32 تا دونه روی میل من دونه دارم. خب الان دقیقاً کار من نصف شده، یعنی از جایی که شروع کردم به بافتن از پایین کار هر چی که بافتم تا بالا دقیقاً نصفش رو بافتم. از اینجا باید دقیقاً قرینه همین چیزی که بافتم رو دوباره برگردم. بنابراین اولین کاری که میکنم چیه؟ باید دونه اضافه بکنم که این 10 تا دونه من برگرده سر جای اولش. بعد از اون 18 سانت باید ساده بافی بکنم تا برسم به این قسمت کارم. خب و بعد از اون باید دوباره بیام تعداد دونه هام رو یکی یکی هر رج کم بکنم تا دوباره برسم به همین 6 تا دونه اولم. خب با هم دیگه بریم این کار رو انجام بدیم ببینیم به چه صورتی هست. اضافه کردن دونه دقیقاً شبیه همون کم کردنش هستش، یعنی دونه اول رو در میارم، دونه دومم رو میبافم، دونه سوم رو 2 تایی میبافم، مثل همون اول رج که اضافه میکردیم. یک بار از این سمت میبافم و یک بار هم از این طرف دونه میگیرم و میبافمش و ادامه که ساده هست. رج برگشتش هم ساده هست. دوباره توی رج بعدی
همین دوتای اول رو میبافم، دونه سوم رو تبدیل میکنم به 2 تا دونه. این کار رو انقدر تکرار میکنم تا این 10 تا دونه من برگرده سر جای اولش که همین 10 رج میشه. بعد از اون دوستای خوبم حتما تعداد رج‌های ساده بافیتون رو بشمارید چند رج بوده. دقیقاً مشابه همین تعداد رج دوباره باید ببافیدش. پس این 10 تا رو اضافه میکنیم، ساده بافیمون رو هم انجام میدیم تا این مارکری که اینجا گذاشتیم. اینجا من برمیگردم با ادامش که این 3 تا رو باید اضافه کنیم به کارمون و دوباره کارمون رو به پایان برسونیم. پس اینجا رو من تا این قسمت میبافم، کار خاصی نداره، بلد هستید. از اینجا به بعد فقط نکتهش این یکی هست و بعد ادامه با هم دیگه میبافیمش. بریم این تیکه رو ببافیم. خب دوستای خوبم، بریم ببینیم که کار ما به کجا رسید. این 10 تا دونه رو که اضافه کرده بودم خدمتتون گفته بودم، ببخشید کم کرده بودم. از اینجا دوباره همین 10 تایی که کم کردیم رو اومدیم اضافه کردیم و همون تعداد رج‌های ساده بافیمون که 18 سانت بود مال من 52 رج شده بود. همون 52 رج رو دقیقاً تا بالا بافتیم. پس حتما تعداد رج‌هاتون رو بشمرید که اندازه هم باشه. من برای اینکه گم نکنم، قاطی نکنم، از مارکر استفاده کردم برای شروع هر کدوم از این جاهایی که دارم، یعنی کم و زیادی که شده از یه مارکر استفاده کردم که تو شمارشش راحت تر باشم. خب الان میرسیم به قسمتی که من باید اینجا دونه هام رو دوباره کم بکنم که به قسمت پایین برسم و همینطور همزمان باهاش ما میخوایم این 3 تا رو تو کارمون دخیل بکنیم. باید چی کار انجام بدیم؟ اول از همه این رج رفتتون رو ببینید، این رجی که اینجا صاف اومدیم تا اینجا و 3 تا دونه چیزمون هست، این میشه رج رفتمون. رج رفتتون رو شروع کنید به بافتن تا آخر. پس اولین کاری که میکنیم همینه که رج رفتمون رو تا آخر میبافیم. خب من از اینجا شروع کردم تا آخر بافتم. دونه آخرم رو هم دوباره به زیر بافتم. اینجا چون لبه کارم بود به رو بافته بودم، ولی اینجا آخرین دونم رو دوباره به زیر بافتم. میرم این مارکری که اینجا داشتم این 3 تا دونه توش بود، این رو باز میکنم. 3 تا دونم رو به این شکل نگه میدارم، مارکر از توش در میارم. همینجا نگاه کنید، نخ من باید روی کار باشه. نخ رو به سمت خودم میگیرم و حالا با این 3 تا دونه رو میندازم روی میلم. کار من چون مهردار هست یه مقداری مهراش گیر میکنه. یه مقدار مجبورم از زور استفاده بکنم. خب پس این نخ روی کار من هست. این 3 تا دونه رو هم انداختیم روی میل. حالا کارمون رو برمیگردونیم. دوباره الان تعداد دونه های من شده 45 تا دونه، یعنی وسط کار من 39 تا دونه هست. 3 تا ابتدای رج و 3 تا انتهای رج من دونه های حاشیه دارم. دوباره پس دقیقاً شده عین دونه هایی که آخر داشتم. دو طرف کارم حاشیه هست. خب شروع میکنم به بافتن. از همینجا شروع میکنم 3 تا دونه رو به این شکل، 3 تا دونه حاشیه‌ام رو به زیر میبافم. خب بعد از اینکه این 3 تا دونه حاشیه‌ام رو بافتم، حالا زمانی هستش که من دوباره میخوام دونه هام رو کم بکنم. پس از اینجا به بعد من باید دونه هام کم بشه، اما توی این رج که رج برگشتمون هست دونه کم نمی کنیم. ما توی این رج، در واقع این رج همون رج برگشت ما هست، این رو به صورت ساده می بافیم تا آخر. خب از این به بعد توی رج‌های رفت ما باید همون تعداد دونه‌ای که اضافه می‌کردیم، یادتون هستش توی سوم، بذار البته ببافمش، اینو تا آخر ببافم.
خب من این رج رو بافتم تا آخر کارم رو برمیگردونم. دوستای خوبم ببینید من یه مارکر این طرف کارم زدم که بدونم این روی کار من هست و دونه های من از این سمت باید کم بشه. خب شروع میکنیم به بافتن. 3 تا دونه اول من که دونه های حاشیه‌ام هست میبافم. 1 و 2 و 3. خب رسیدم به دونه 4. اگه یادتون باشه تو دونه 4 که میرسیدیم ما اینجا زیاد میکردیم دونه ها رو، یعنی یه دونه رو تبدیل میکردیم به 2 تا. الان دقیقا معکوسش رو ما میخوایم انجام بدیم، یعنی توی رج های رفتمون باید این دونه ها کم بشه، بنابر این دونه 4 و دونه بعدیش که میشه دونه 5 رو با هم دیگه 2 تا یکی میکنم. دقیقاً عین همون شروع کارمون، فقط حالا معکوسش هست. بقیه دونه هام رو میبافم، رج پشت کار رو میبافم و بعدش باید 4 رج دیگه هم ببافم. پس دقیقاً عین زمانی که ما داشتیم دونه زیاد میکردیم فقط اینجا رو کم میکنیم. زمانی که دونه کم کردیم 5 رج خود رج رو تا آخر میبافم، 5 رج دوباره ساده بافی میکنم بدون کم و زیاد کردن، هرچی دیدم رو میبافم. دوباره توی رج بعدی من باید دونه 4 رو با دونه 5 2 تا یکی کنم. دوباره بعد از 2 تا یکی کردنش 5 رج ساده بافی میکنم. دقیقاً عین همین اول میکنید. اینجا فقط فرقش این بودش که ما داشتیم دونه اضافه میکردیم، اینجا حالا داریم دونه کم میکنیم. تعداد رج هامون دقیقاً با این طرف باید یکی بشه. پس من این کار رو انجام میدم، میرم تا آخر. نکنی آخر کار ما فقط 6 تا دونه باید باقی بمونه. حالا این دونه آخر کم کردن رو هم میام بهتون میگم به چه صورتی کم میشه. اینو من میبافم تا اونجا، برمیگردم با تیکه آخرش. خب دوستای گلم همونطور که توضیح دادم من دونه هام رو کم کردم تا الان رسیدم به 1 دونه. این 1 دونه رو هم 5 رج ساده بافیش رو بافتم. الان زمانی هستش که من باید این 1 دونه رو هم محو کنم. به چه صورتی این 1 دونه باید کم بشه؟ نگاه کنید. دونه اول و دوم حاشیه‌ام رو میبافم. خب میرسم به این 2 تا دونه. این 2 تا دونه رو هم میخوام جابجاشون کنم دونه هام رو با هم. ببینید از پشت میلم رو میندازم با این دونه 3 حاشیه جابجاش میکنم. ببینید این دونه رو آوردم سمت راست. حالا 2 تا رو با هم دیگه 2 تا یکی میکنم و به زیر میبافمش. پس به این ترتیب این دونه آخر من هم حذف شد. 3 تا دونه حاشیه‌ام رو در میارم. خب حالا من باید به صورت رفت و برگشتی 12 بار دقیقا مثل قسمت شروع کارم 12 رج این رو ببافم. 3 تا رو میبافم، 3 تا رو در میارم، 3 تا رو میبافم، 3 تا رو در میارم. دقیقا شبیه قسمت شروع رجمون. پس از اینجا میشه 11 رج، در واقع اون رج رو که بافتیم 12 هم بود، از اینجا میشه 11 رج. 3 تا رو میبافم، 3 تا رو میندازم روی میل نخم، روی میل 1 این رج دوم 11 رج رو میبافم. خب 11 رجم رو بافتم. الان میخوام دیگه کورش بکنم. کور کردنش به چه صورتی هست؟ دونه اولم رو میبافم، دومی رو میبافم، اولی رو میکشم روش، بعدی رو میبافم، این رو میکشم روش. خب ببینید این 3 تا دونه روی میل من باقی مونده. یکم بلندتر نخم رو قیچی میکنم. به این شکل سوزنم رو میندازم روش. این 1 دونه رو هم میندازم روی میل. خب نگاه کنین. از اینجا از سمت چپ این دونه هام رو به این صورت با سوزن جمع میکنم.
به این شکل قسمت زیر کار من جمع شده که حالا باید بیارم نخم رو یه گره بزنم و کارم رو اینجا محوش بکنم. متاسفانه این موهر یه بدی که داره گره خوردن هستش که خیلی اذیت میکنه توی کار، سر نمیخوره نخ، اما یه خوبی که داره خیلی از چیزهای بافت رو در واقع میپوشونه. به این ترتیب از زیر اینا من باید این دونه رو، این نخ اضافم رو محوش بکنم. ببینید به این شکل. و اینجا هم قیچیش میکنیم. خب حالا این گره هایی که تو کار داریم رو هم محو میکنیم. دوستای خوبم، من کلاف سومم رو نگاه کنید اینجا گره زدم، یعنی همین یه ذره یه تیکه کوچولوی انتهای کارم رو با کلاف سوم بافتم. 2 تا کلاف و یه خیلی کوچولو اینجا استفاده شد. خب ببینید الان این قسمت کارمون بافته شده. الان تنها کاری که برامون مونده اینه که این درز پشت کارمون، پشت کلاهمون نگاه کنید، اینجا این نواری هستش که ما بافتیم، اینجا این ستایی هستش که ازش جدا کرده بودیم، به صورت صاف بافتیم و 10 تا دونه کم کرده بودیم. الان زمانی هستش که من باید این رو درزش رو بدوزم. دوختن درزش هم بسیار بسیار ساده هست. خب از همین نخی که دارم به اضافه سوزن استفاده میکنم برای دوختن این درزش. ببینید من اینجا مارکر گذاشته بودم و جاهایی که تغییراتی که داشتم رو قشنگ علامت زدم. این شروع 10 تا، این انتهای 10 تا، دوباره همینجا همه رو علامت زده بودم که بتونم راحت داشته باشم. اول از همه این ببینید وسط کار من هست، درسته؟ نخم رو میارم اینجا یه گره میزنم که بتونم کارم رو سفت شروع بکنم و از همینجا میبرمش این نخم رو بیرون. خب ببینید این دقیقاً نقطه وسط من هست، این رج میشه رج وسط من و من باید به این صورت دوختم رو انجام بدم. خب ببینید قسمت این بغل‌های کارتون در واقع یه سری گندمی دارید که حالا متاسفانه من به خاطر مهر بودن نمیدونم کامل تو فیلم مشخص هستش یا نه، برای آموزش ظاهراً نخ بدی رو انتخاب کردم. میبینید اینجا یه گندمیایی دارید. بغل گندمی هاتون نگاه کنید، این گندمی تا اون گندمی قشنگ میتونید سوزن رو داخل ببرید و از گندمی بعدی بیارید بیرون. درسته؟ زیر گندمیاتون هم پس هر کدومش یه سوراخی دارید. ما از اینا قرار هست استفاده بکنیم. خب ببینید از همین اولی میبرم داخل، از گندمی بعد میکشم سوزنم رو بیرون. خب این طرف هم دقیقاً به همین شکل، از این اولی اینجا بوده، دومی اینجا. این طرف هم دقیقاً به همین شکل من دارم. از اولی میکشم بیرون و از میبرم داخل و از دومی میکشم بیرون. دوباره اینجا نگاه کنید، این آخرین جایی بوده که من این رو کشیده بودم، اومدم این سمت. این آخری بوده که ازش دونه اومده بیرون. میبرم داخل این و از گندمی بعدی میکشم بیرون. دوستای خوبم ما یواش یواش کارمون رو سفت میکنیم. ببینید الان این جایی هستش که دونه نخ من اومده بیرون، درسته؟ از همین میبرم داخل و از بعدیش میکشم بیرون. میبینید اینجا از همین جایی که نخ من اومده بیرون، از این میبرم داخل و از بعدیش میارم سوزنم رو بیرون. به این ترتیب هر چند تایی که انجام دادید باید کارتون رو سفت بکنید. اگر با نخ معمولی دارید این کار رو انجام میدید، خیلی راحت و آسون میتونید این کار رو بدون
هیچ چیزی مثلا هر 10 تا دونه 12 تا دونه انجام بدید. اما مال من چون نخم موهر هست متاسفانه خیلی خیلی حساسه و نخ گیر میکنه. بنابراین من مجبورم هر یکی یا دوتایی که میدوزم نخم رو بکشم بیرون. پس آخری مغش مشخص تو دستم اینجا بود، از این میکشم بیرون، میارم این سمت کار، این آخری نخ من از این اومده بیرون، میبرم داخل، از بعدیش میارم بیرون. ببینید همینجا پس باید نختون رو بکشید و سفتش بکنید. من مجبورم زود به زودتر این کار رو انجام بدم. تا قسمت پایین دقیقاً تعداد رج هاتون که برابر هست، بنابراین تا دونه آخرتون به همین شکل راحت دوخته میشه. به این صورت این دوخت بسیار بسیار تمیزی هست دوستان. یعنی اگر حالا بدوزید متوجه میشی که چقدر قشنگ و تمیز هست. از این طرف کار که نگاه بکنید ببینید یه همچین برجستگی ایجاد میشه، کاملا شبیه دوختای بازاری هستش. به این شکل سر تا سر کار رو به همین صورت من باید بدوزم تا درز کار من وصل بشه. بعد از اینکه درز کار من وصل شد کارتون تموم میشه و آماده است که بذارید سرتون رو استفاده کنید ازش. من این رو میدوزم، بعد حالا نشونتون میدم. خب دوستای خوبم، اینم از نتیجه نهایی این مدل شال و کلاه به هم متصل شدمون که در واقع یه مدل اسکارف هم میشه که از این قسمت پشت به هم دیگه دوخته شده و از اینجا به این صورت پشت گردن باز میشه. به این شکل اینم نمای داخلی کار ما هستش که دوخته شده. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. ببافید و باش کسب درآمد کنید. خدا نگهدارتون دوستای خوبم.